گوش کن الان بفهم که چه اتفاقی داره برات میفته. همه اتفاقای امشب یه نقشه بود که تو رو بگیرن. اولین مرد، بعد پلیس جنایت‌های سازمان یافته نمیان مگه اینکه دلیل محکمی داشته باشن. از کجا میدونی؟ از برادرم. فهمیدی؟ اونا یه دلیل محکم میخوان. مدرک، شهادت، نظارت، هر چی، ولی قطعاً یه چیزی دارن. گوش کن، نمیتونی خودتو نجات بدی، نمیتونی تو آخر عمرت تو چشمای ممو نگاه کنی، نمیتونی کار یا خونه پیدا کنی، تا آخر عمر دنبالت خواهند بود. درو بشکن. بیا. خب فرار کنیم چی میشه؟ تا اونا تو رو پیدا کنن ما میفهمیم کی تو این ماجرا دست داشته، بعدش خودتو تسلیم میکنی. فهمیدی چی گفتم؟ بیا زود باش. چرا کمکم میکنی؟ نمیخواستی پسرمو با خودت بگیری؟ کی قراره منو بشناسی؟ بریم دیگه. زود باش بیا. همه جا رو بگردیم. خانم آقایون آروم باشین، چیزی نیست، برگردین تو اتاقاتون. مدیریت هتل براتون توضیح میده، لطفاً آروم باشین و برگردین به اتاقاتون. پاشو چی شده؟ زنه کجاست؟ ببینم. بقیه کجان؟ نازلی اورمان کجاست؟ سرهنگ بگیر بخور. نمیخوام. این برای تو نیست، برای منه. بخور تا حداقل بتونم باهات حرف بزنم. زود باش دیگه. کجا داریم میریم؟ ساعت چنده؟ باید برم پیش ممو. اگه بیدار بشه و منو نبینه میترسی. باید از اول به این چیزا فکر میکردی. خودت که دیدی تقصیر من نیست. میخوای اینجوری با من دعوا کنی؟ آره؟ یه دعوت کاری بود. باور کن راست میگم. فقط یه چیز ازت میپرسم. وقتی رفتی اونجا میدونستی که اونم اونجاست؟ گفتن که خیلی آدم اونجا هست. گفتن قراره یه جشن برگزار بشه و یه هایی همه غیبشون زد و اون یارو پیدا شد. نزدیک بود اونجا بمیره. مگه من چی گفتم؟ بابای ممو مرد، میذاری مامانش هم بمیره؟ این نقشته وقتی که میخواستی بچه رو از من دور کنی؟ میخواستی با پولی که از منحرفا میگیری وکیل بگیری؟ کی میدونه، شاید میخواستی ممو رو ببری و فرار کنی. ها؟ وای باز همون داستان. کاری که تو میگی رو من نمی کنم. میخوای یه چیزی بهت بدم که بکوبی به شیشه، بعدش هم میافتیم تو سراشیبی. خیلی خوب، لطفاً میشه ادامه بدی؟ تو دفتر وکیل چی گفتی و 2 روز بعد کجا پیدات کردم؟ تو هتل. نزدیک بود به جرم هرزه بودن دستگیر بشی. اصلا نمیفهمم آخه چطوری فرار کرد. یعنی کی میتونه بهش کمک کنه؟ خیلی احمقانه است. فیلم دوربینو چک کن، بعد میبینم چطوری فرار کرده. چی شد؟ آخرش معلوم شد یه گربه است. وقتی گیر میفته چنگالاشو در میاره و شانس باشه. همیشه رو پاهاش میفته. گفتی داخل همه از افراد ما بودن، دیگه کی خبر داره؟ کی میدونه کدوم یکی از دوستاشه. باید برم پیش ممو. اون به یه مامانی نیاز داره که زندان نباشه. گوشیم خاموش شده. یه شارژر اونجاست. این بهش نمیخوره. کجا داریم میریم ها؟ به یه جای امن. خب اونجا باید چی کار میشه کنیم؟ هیچی نگی لطفاً؟ باید گوشیمو شارژ کنم که به خونه زنگ بزنم. علی برنا، شماره ها رو بلدی؟
تو از همه چیز خبر داری؟ همه چی رو میدونی مگه نه؟ داری منو تعقیب میکنی. میفهمم. دارم امنیت زندگی برادرزادم رو تضمین میکنم. با توجه به اینکه غریبه ها وارد خونت میشن باید از ممو دفاع کنم. خودم از پسرم محافظت میکنم. مواظب خودت باشی کافیه. بیرون دارن میبرنش کلانتری. امیدوارم زود آزادش نکنن. من کنار تو هستم. امضاش کن. یالا عزیزم امضا کن. ما به این نیاز داریم. زود باش دیگه. زود باش. اسد ببین تو نازلی رو نجات میدی درسته؟ به هم قول بده نمیذاری بره زندون. اگه اون چیزی که داره رو بهمون بده میتونه آزاد زندگی کنه. اما اگه من بخورم زمین تو هم میخوری زمین. امضا کن دیگه. ما همچین مشکلاتی نداشتیم تا وقتی تو وارد زندگیمون شدی. نه دزدی نه کسی که دنبالمون باشه. فهمیدی؟ جداً؟ به بیرولم من تو رو معرفی کردم. همش کار توه. تو شوالو پیدا کردی. تو جلسه امشب رو هماهنگ کردی. تو پلیسا رو خبر کردی. آره چه خبرها کنعان؟ آقا دارن اون مردو میبرن کلانتری. لیست مهمونای اتاقو از پذیرش گرفتن. همونطوری که فکر میکردین همشون از یه آژانس بودن. وقتی پلیس اومد رفتن. ممنون کنعان. همینطوری ادامه بده. باشه. چطور فهمیدی من تو هتلم؟ مردی که الان باهاش صحبت کردی همیشه منو دنبال میکنه. از اولش هم داشتی دنبالم میکردی. میدونم تو از همون اول همه چی رو میدونستی. و وقتی اولین بار رفتم دیدن بیرول اونجا بودی. تو البته الان همه چی داره یادم میاد. تو با شوال نشسته بودی. همدیگه رو میشناسین. همه چی رو با هم برنامه ریزی کردی. انقدر مزخرف نگو. کاری که امروز کردی همون چیزی بود که اون موقع میخواستی انجام بدی ولی نشد. بهش گفتی اگه باهات به اتاق نیاد بهش پول نده. اونم نداد. روز بعدش یه وکیل فرستادی سراغم. منو تهدید کردی. شوال زنگ زد گفت با هم بیا سر قرار. یادمه عمدن این کارو کردی. همه این کارا رو تو کردی. من چقدر احمقم. چقدر خنگم. ضبط صدا کافی نبود. حالا میخوای منو بندازی زندان. همینطوره؟ الان دارم بهت کمک میکنم که از دست پلیس فرار کنی. هیچ فرقی با خانوادت نداری. فهمیدی چی گفتم؟ اگه تو نه پس پدر و مادرت. کاری که آتش کرد کافی نبود درسته؟ کافی نیست. مشکلات آتش کافی نبود. حالا باید با تو هم سر و کله بزنم. آکچینارا چه خانواده‌ای. آکچینارا چه خانواده‌ای. گوشی تو بردار برو پیش یه پمپ بنزین. میخوام یه شارژر بخرم. از کجا میدونستم صدای ما رو ضبط نمی کنی؟ از کجا میدونستم؟ خدایا باید چی کار کنم؟ مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. مامانم برگشت؟ نه عزیزم هنوز سر کاره. باش حرف زدم داره میاد. چرا نذاشتی باهاش حرف بزنم؟ چون رئیسش گوشی رو جواب داد. گفت داره کار میکنه که یه ذره مونده بعد قطع کرد. میخواستم از مدرسه بیام بیرون ولی نذاشتن. چون اصلا دلم نمیخواد مامانم شب بیرون باشه. تو بیا پیشش بشین. شاهدا رو گرفتی وکیل؟ ما امضای شوالم داریم. خیلی عالیه. بیانیارم همونطوری که گفتم پر میکنی و به نازلی هم زنگ میزنی ببینیم جواب میده یا نه. هر وقت دستگیر شد به من اطلاع بدین. قبل از دادستان میخوام ببینمش. تو شهادت هم چی بگم؟ که توافق لغو کرده بودی. از اسمت استفاده کرده و تو هتل جلسه گذاشته. به دخترها گفته که از طرف آژانسه و اونا که اومدن فهمیدن که ربطی به تو نداره. بهشون پیشنهاد پول زیاد داد تا باشون بخوابن. دخترها میگن به زور فرار کردن و تو هم حتما اونو تایید میکنی.
یعنی فقط یه امضای کوچیک و تمام؟ این یک گناه بزرگه. این یکی واقعا وحشتناک هستند. چرا هیچی نمیگی؟ اینجا کجاست؟ زندان باز تو. تصمیمم با خودته. میتونی بری، ولی اگه پیدات کنن دست بسته میبرنت زندان. شارژر یادت نره. بیا خوشگله، بیا تو، بیا. یه پریز اونجاست، یه دونم اینجا. اونجام یه پیراهن تمیز هست. نه من بعداً باشه. کجایی؟ نگرانیم. ممو همش ازت میپرسه پرنده کوچولو چرا گوشیت خاموشه؟ نازلی من ترسیدم. همه دیوونه شدن. خدای من. وکیل زنگ زده. کی این وکیل رو برات پیدا کرد؟ شوال دوستش فکر کنم. نازلی خانم، امروز پلیس از خواب بیدارم کرد. شما کجایین؟ به من زنگ بزنین. تو دردسر بزرگی افتادین. از این دیگه راه برگشتی نیست. همین الان با هم تماس بگیرین. نازلی؟ برنا، ممو حالش خوبه؟ آخش خدا رو شکر. خیلی چیزای بدی به ذهنم می اومد. تو کجایی ها؟ بگو. حالم خوبه. گوشیم خاموش شده بود به خاطر هم. مامان ممو خیلی نگرانته. میخواد صداتو بشنوه. زود باش حرف بزن. بذار باهاش حرف بزن. دارم میذارم رو بلنگو. مامان کجایی؟ اوه عزیزم، چرا هنوز بیداری؟ هنوز خیلی مونده تا مدرسه بری. چرا نمیای خونه؟ آخه باید بیشتر کار کنم. تو که دیر نمی کردی، همیشه با هم میخوابیدی. میدونی چی شده؟ یادت میاد وقتی آتیش بازی رو کنار ساحل دیدیم عزیز دلم؟ آره ولی اصلا خوب نبود. پرنده ها یا ترسیدن یا هم مردن. آره اومدم توی عروسی کار کنم عزیزم. بعد خواستن آتیش بازی کنن. همه ی وسایل رو جمع کردم و فرار کردم. جدی میگی؟ آره جدیه. اومدم توی جنگل قایم شدم تا اونا پیداشون نکنن و پرنده ها زنده بمونن. میدونی مامان جون، به نظر من تو واقعا یه ابرقهرمانی. مامان جانم عزیزم. این جنگل خیلی دوره؟ خیلی دوره ولی تاریک نیست. نترس. چطوری برمیگردی؟ مامان آی داشتم آب میخوردم عزیزم. یه جغدی اینجاست میدونی؟ اون راهو به هم نشون داد. چی؟ همون جغد جنگل وینو میگی؟ نه اون نیست. اونجا خیلی سعی کردیم ولی نتونستیم بگیریمش. مامان قبل اینکه مدرسه برم برمیگردی؟ امروز نرو مدرسه پسرم. وقتی برگشتی باهات حرف میزنم. مدرسه رو ول میکنم. نمیخوام تو کار کنی. باشه امروز نرو. به اندازه کافی نخوابیدی.
وقتی برگشتم حرف میزنیم باشی. مامان جانم عزیز دلم، چی شده؟ بگو. چرا وسایلمون رو جمع کردی ها؟ وسایل؟ فکر کنم میخواستی اونایی که برام کوچیک شده رو جدا کنی و با خاله نورشان باشون بالش درست کنی. آره، ولی تو چه جوری فهمیدی؟ مامان وقتی برگشتی خونه با همین کارو بکنی. آره عزیزم، میخوای چه جوری باشه؟ میخوام تو یه اتاق جدا این کارو بکنیم. بعدش مامان گربه ها هم مثل من استخر رو دوست دارن. هر جوری که تو بخوای همون کارو میکنی باشه. خودم با دستای خودم برات میسازمش. قول میدم. الان برو بخواب باشه پسرم، بعداً از برنامه میپرسم خوابیدی یا نه. باشه، خیلی دوست دارم. منم دوست دارم عزیز دلم، خیلی دوست دارم عزیزم، یه دونه. یالا قهرمان را بیافت. دین 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 دین. نازلی همه چیزو بگو، کجایی تو؟ بهت میگم ولی الان نه. ممو رو بخوابون، مطمئن شو که من اندازه کافی استراحت میکنه. محکم بغلش کنه، اینجوری رو خیلی دوست داره. یادت نره. چی شده؟ داشتی به حرفام گوش میدادی؟ عادتته یا چیز دیگه؟ خوش اومدی، بفرمایید. صبح بخیر. شهادت کسایی که تو هتل بودن رو پیدا کردم. همه شکایت کردن. گفتن مجبورشون کردن به روسپیگری. چی؟ گفتن کار تو بوده و رئیس آژانس هم تاییدش کرد. شفال. نازلی خانم که تو لیست حقوقی آژانس ما هست، با وجود اخطار متعدد قرارداد خانم نازلی به خاطر رفتار نامناسبش لغو شده. به دلیل رفتار نامناسب حکم بازداشت نازلی خانم صادر شده. نه نمیتونه این کارو کرده باشی. نمیتونه این کارو بکنه. تو این کارو کردی مگه نه؟ کار تو گولم زدی. نازلی صورت تو پاک کن. شما دوتا همه ای کارا رو با هم انجام میدین مگه نه؟ من میدونم اون روزم همینطور بود. تو برگشتی به عنوان دمیر، این کارم تو کردی. کسی جز ما نیست که بتونیم بهش اعتماد کنین. لطفاً منطقی باشین. وای به حالم، شما قراره نجاتم بدین. نازلی خانم اون حکم بازداشته. بذار بره. خدایا خواهش میکنم کمکم کن. خواهش میکنم مواظب پسرم باش. خواهش میکنم خدایا کنارش باش. خواهش میکنم. ای بابا این که چرا عجله داره؟ شاید نازلیه. آره نازلی وقتی بفهمه بچهش خوابه همینجوری در میزنه مگه نه؟ کیه؟ پلیسه. چی؟ در باز کنین پلیس. نمیای تو؟ حداقل یه چیزی بخور، یه دوش بگیر و
لباسم برات آماده کردم. بعد بیا تو حیاط صحبت میکنیم و من میرم. کجا؟ انگار از فراری بودن خوشت میاد. یالا، مگه فردا برنامه ممو نیست؟ دلش میخواد مامانش رو ببینه. براش حکم جلب صادر شده. ولی آخه چرا سرکار؟ آخه چرا؟ شما میدونین کجاست؟ مامانم اینجاست مامان. نه عزیزم، اومدن راجع به دزدی که دیروز اومده بود حرف بزنن. مامانت کجاست؟ تو جنگله. کدوم جنگل؟ مامان واسه پرنده ها این کارو کرد. اگه عصبانی واسه پرنده ها بچم خوابش میاد. علی ببرش بخوابونش، منم میام پیشش باشه. ببینین اگه داخله و شما به همون نمیگین، اگه قایمش کردین به جرم همکاری دستگیر میشین. آقای پلیس میشه بگید چرا دنبال نازلی میگردید؟ ما حق داریم بدونیم چی شده. هر وقت پیداش کنیم دستگیر میشه. اگه باهاش در ارتباطی بهش بگو یه وکیل خوب بگیره و خودشو تسلیم کنه. این قضیه به ما ربطی نداره، به جرایم سازمان یافته مربوطه. چی شده؟ از صبح تا شب پلیس اینجاست. اینجا رو کردین کلانتری. لطفاً شما برین خونتون. دزدو گرفتین؟ کجاست؟ ببخشید شما میدونین نازلی خانم کجاست؟ براش حکم جلب صادر شده. نازلی به یه مورچه هم آسیب نمیرسونه. این حکم برای چیه؟ نگاه کنین، این وقت صبح میای اینجا و مردم رو اذیت میکنی. از پسرش سوال میپرسی، وقتی قیمش نیست اجازه بازرسی داری؟ معلومه که نه. میتونم حکمتون رو ببینم؟ همه الان واسه ما وکیل شدن. بگذاریم بگیر اینو بخونش. برای اهداف تحقیق در حال انجام برای تحریک به فحشا. چی شده؟ چی نوشته آقا عارف؟ اونجا چی نوشته؟ چیزی میخوای؟ این اتاق برای مموه. نمیتونی پسرمو ازم بگیری؟ ظهر شده. داداش میدونستی خورس بی محل به تو میگن؟ گفتی میخوای خونه ممو رو بازسازی کنی. صبح تو هم بخیر. همین الان شروع کن. عزیز من الان جدیم. الان برو پیش ممو. امروز نمیره مدرسه. باید بری داخل و تا نگفتم نیای بیرون. مراقبش باش. بله قربان چشم. به من نگاه کن کوچولو. صبح بخیر انگین. یه پتو برام بیار باشه. بیا اینجا عزیزم بیا. نمیذاری بری نه؟ آره بیا اینجا پیش پتوی خودت. بیا صبونه بخور. زود باش بفرما. زود باش دیگه عجله کن. آفرین. لعنتی اگه یه نفر اینجوری صبح زود بیدار کنی همین میشه دیگه. بیا اینجا بیا زود باش بیا. بیا بخور خودت بخورش. پلیسا رفتن اونجا. حتما ممو ترسیده.
گوشی تو خاموش کن. همسایه ها همشون حرف میزنه اگه ممو بفهمه. وکیل گفت حکم بازداشته. این گوشی پیشت باشه. اگه نیاز بود به هم زنگ بزنی به کنعان زنگ بزن. گوشیشو من میگیرم. این شماره کنعانه. از گوشی رانندت که دم در من گذاشتی برام پیام میفرستادی. آره؟ ها اینم دروغه؟ کار خودتو کردی. همیشه اینجوری. خسته شدم دیگه. بس کن. باز دیگه کجا میری؟ نمیخوام بشینم تو. فهمیدی؟ بشین حرف میزنیم. به هم دستور نده. کجا میری؟ چجوری میخوای اینو حلش کنی؟ با شوال یا بیرول ملاقات میکنم. هر کی که لازم باشه. پلیس و دادستان. قبل از اینکه با اونا حرف بزنم باید همه چیزو همونطور که هست بدونم. به سوالام صادقانه جواب بده. کی درباره صداقت حرف میزنه؟ بپرس. شهادت شوال. میخوای بپرسی واقعیت داره؟ بپرس دیگه. چرا بهت تهمت زده؟ نمیدونم. شاید تو بهش گفتی این کارو بکنه. یا شاید هم به خاطر باباته. یه لحظه فکر کن. نازلی. نازلی چی؟ اون روز تو ایستگاه به هم گفت پسر تو نوه من نیست. یه جورایی اشاره هایی کرد. در واقع علنا گفت نمیخوام رابطه ای بینمون باشه. فهمیدی چی گفتم؟ پسر تو بگیر و برو. کمکت میکنم از اینجا فرار کن. به سوالای من جواب بده. درباره بابام حرف نزن. رابطت با شوال از کی باهاش کار میکنی؟ 2-3 سالی هست. تبلیغات محصولاتی که میگه رو میکنم. تو نمایشگاه در ماشینا رو باز میکنم. مترجمم. باشه؟ دیگه؟ نه هیچی نیست. مگه تو و داداشم با هم آشنا نشدی؟ نازلی، ممو از این رابطه به دنیا اومده؟ نمیخوام درباره این موضوعات حرف بزنم ولی باید بدونم. جوری نبود که بخوام با داداشت آشنا بشم. یه جورایی آشنا شدیم. حالا هرچی. نذار به داداش مرحوم توهین کنم. حرفمو باور کن. من اون کارو نکردم. هیچ وقت نکردم. هیچ وقت. فقط یه بار با بیرول شام خوردم و یه بارم با تو. برای یه بار دوم. ببخشید. با عزیز. چرا اون انقدر گیر توه؟ اون شب اول چه اتفاقی افتاد؟ اون دوزا با یادداشت فرستاد. عاشقت شده؟ چه عشقی؟ در مورد چی حرف میزنی؟ انگار اینجا دادگاهه و داری با یه مجرم یا یه قاتل روانی حرف میزنی. بابا عشق انقدر راحته؟ چه عشقی؟ به خدا این آدم فقط یه روانیه و منحرفه. از کجا بدونم چی میخواد؟ منم این سوالا رو ازش پرسیدم. آره کار خوبی کردی. حتما رو در رو نشستین و یه صحبت مردونه داشتین. یه لحظه صبر کن. اون چی گفت؟ تو هتل دماغش شکسته بود. تو شکستی؟ با کی رفتی دیدیش؟ به چه دلیلی؟ کی دیدیش؟ به خاطر من رفتی؟ یا برای پرسیدن در مورد یادداشت رفتی؟ کدوم؟ بعداً میگم. الان وقت نداریم. از خونه نرو بیرون. هر کی اومد در رو باز نکن. نگران ممو هم نباش. اون حالش خوبه. من مواظبشم و سالم میمونه. اول مطمئن میشم که تبرئه بشی. بعدش میام اینجا و تو همه چیزایی که درباره داداشم میدونی رو به هم میگی. باشه؟
باید پای قولایی که به هم میدیم بمونیم. به خاطر میمو. صبح بخیر دفنه خانم. صبح بخیر. دمیر اینجا نیست؟ امروز نمیاد. این خانم کیه؟ من. به نظرت شبیه کیم؟ آقا دمیر امروز واسه پروژه قبرس یه طرحی فرستاده. تیم خیلی هیجان زده شده و بلافاصله کارو شروع کرده. دفنه خانم، سفارش رو گذاشتم، دارن آماده میشن. ایمیل آقا دمیر رو چک کردم. چند تا تصویر برای طرح چشم انداز فرستادی. شکوفه زردالو، کاملیا و اینجور تصویر. آی بچه‌های جدید نه چه بچه جدیدی؟ دفتر همین الانم تبدیل به جنگل استوایی شده. این برای خونه جدید دمیره. تازه چند تا مقاله درباره کشاورزی شهری به روزنامه فرستاده. اگه بخواین میتونم گلدون یا بطرم سفارش بدم. واسه مامان تو روستا سفارش بده عزیزم. من یه ساعت دیگه میرم. گل رو بردار و بیا. یه کمی هم گل بخر. اون خونه رو از ارواح بد محافظت میکنه. نمیدونم ولی وقتی وارد خونه میشم احساس ناراحتی میکنه. واضحه که نازلی اون کارو نمیکنه. همه اینا تهمته. آره. خب منم حرف شما رو قبول دارم. خب که چی؟ از اینجا برو بیرون. به من چه؟ هر کاری میخواد بکنه. این چیه؟ وای نه، پرنده ها. ای صبر کن. داری کجا میری؟ کبوتر داری؟ وای خدای من. کسی نباید از این موضوع خبردار بشه و منم راجع به این قضیه به هیچ کس چیزی نمیگم. میدونستم اخلاقت چه جوریه، تو دشمن مردمی، ولی انتظار اینو ازت نداشتم. خیلی خوب برو دیگه بیرون. نه خیر، من جایی نمیرم. تو باید به ما کمک کنی. یعنی چی؟ از طرز حرف زدنت با پلیس فهمیدم تو خیلی حالیته. خبرهای قدیمی رم دیدم، عکساتم دیدم. خدای من. تو قبلا وکیل بودی ولی به همه گفتی حسابدار بودم. به خدا باور کن همه میدونن که تو قبلا وکیل بودی. تو داری منو تهدید میکنی؟ برو بیرون. ببین من آدم مهربونیم ولی فکر نکن که همیشه همینجوری آروم میمونم. تو قبلا تو شرکت‌های بزرگ کار کردی و بعدش چی شد؟ پرونده‌های بزرگ، بدهی‌ها و از کانون وکیلا بیرونت کردن. چی فرمودین؟ تو پرستاری یا کاراگاه؟ خیلی وقت تو این ساختمون زندگی میکنی، باید تو الان بتونی یه آدمو خوب بشناسی. واقعا نفهمیدین این دختر چه جور آدمیه؟ من نمیخوام کسی رو بشناسم. از اونجا اخراجم کردن دیگه. وکیل نیستم خانم. خب فقط راهو بهم نشون بده. خدایا نمیتونم این آدمو تحمل کنم. برو بیرون. نه خیر، همسایه پایینیت داشت به مردم توی کالسکه بچه بلیت بخت آزمایی میفروخت. وسط زمستون توی کنسرت‌ها و کارخونه‌ها کار میکرد، دستاش پاره پوره بود. سنگا رو میبرد بیرون و آشغالای مردم رو جمع میکرد. باید بفهمی چرا. برا به دست آوردن پول حلال رفته بود، واسه خریدن شیر خشک. نمیتونی اینجا زندگی کنی و کاری واسش نکنی. این انصاف نیست. مگه وکیل نیستی؟ ما همسایه ای توییم. همسایه ما همسایتی. بشین و حرف نزن. باشه، اما من جایی نمیرم. کجا بودی اسد؟ اینم سوال میپرسی؟ 30 بار به زنگ زدم. حالت خوب نیست؟ تموم شب خوابم نبرد. ای بابا، آخه چرا؟ خبر جدیدی هست؟ آره شوال، آره یه خبر خیلی خوب داریم. این نازلی هم عجب زنیه. هیچ کس تا صبح برای خاطرش نخوابید. چی شده؟ پسرم کمکش کرد فرار کنه. الانم نمیدونیم هر دوشون کجا. پس نیازی به شهادت نیست، بیا پسش بگیریم. انقدر چارند نگو. این شهادت شر بیرول هم از سرت کم میکنه. بی خیال دیگه. به دختره فکر کن. باشه امیدوارم زودتر پیداش کنن که آژانس گرفتار نشه. شوال بیروله. شوال دمیر. شوال درو باز کن. هی گوش کن. جرأت نکنی که کار احمقانه‌ای بکنی. وقتی رفتم هتل نزدیک بود نازلی خودشو از پنجره پرت کنه بیرون. تو یه زنی شوال. از کسی که میترسی، از کسی که حرف شنوی داری، اون کسیه که به زنا بیشترین آسیبو میرسونه. من میرم و پلیس میاد. با من درباره اسکورت ها حرف زدی.
مدارکش هنوز هست. ببینم میخوای بدونن؟ دیوانگی نکنی شوال، نمیتونی کاری بکنه. ازت تو از زنت میترسی، اما از پسرت هم همونقدر میترسی که منو قایم میکنی. تو فقط به فکر خودتی. دارم بهت چی میگم، گوش کن شوال. این روزا همه چی به هم ریخته. یه بار واسه همیشه کاری کرد که این مشکلات حل بشه. اون نباید این کارو میکرد. اون همچین دختری نیست. امیدوارم این پایان مشکلاتت باشه دختر جون. خب چه اتفاقی بدتر از این میتونه بیفته؟ ببینم تو یه احمقی یا داری تظاهر میکنی. میبینی اون یه اسکورت میره سر قرار شما ترجمه میکنه، به طرفین کمک میکنه مذاکره کنن. از قضا این اسکورت ها همیشه دخترای جوون و خوشگلن. مثلا من زبون فرانسه بلدم، هیچ کس منو برای شام دعوت نکرد که مترجم باشم. نگفتن بیا به من کمک کن مذاکره کنیم از این حرفا. خب هیچ کسی نیست که راهو بهمون نشون بده. تو چرا راهو نشون نمیدی؟ صبح بخیر. یکم شیرینی پختم، یک کمی هم برات آوردم. فکر کردم بوش به اینجا رسیده. بله بوش میاد. کل ساختمون رو بوی روغن گرفته. شیرینیام هیچ وقت روغنی نیستن. برنا. یالا دخترم یالا، دیپلم کهنم اینجا، شاید بتونی پیداش کنی. تا اونجا که رفتی میتونی گرد و خاکشم پاک کنی. داری چی کار میکنی؟ میمو حواست باشه کلیدو گم نشه عزیزم. داری چی کار میکنی؟ خاطر نازلی حتی خودمو جلوی دشمنم میندازم، ولی خوشبختانه تو دشمنم نیستی. خدا نکنه. ولی کمکمون میکنی، وگرنه هی قور میزنم هیچ کس نمیتونه این درو تو فردا باز کنه. کلیدو از آسمون افتادن. اصلا این نورشن کیه؟ اصلا این نورشن کیه؟ بیا بگیرش. نوش جونت. جان درو باز کن تا همه گربه ها بتونن بیان تو. آقا عارف گفت نذارین گربه ها بیان تو. اصلا امکان نداره. اگه نمیخواد میتونه بره جای دیگه. گربه ها انگار از لجش کنار درش خوابیدن. منو عصبی نکن. اگه بخوام میتونم همه فرشامو اینجا بشورم. بابت این متاسفم. نازلی اورمان با استفاده از نام آژانس ما یه رویداد با نیت بد برگزار کرد. تو تنها نیستی. زنایی که با شرکت در ارتباط بودن گفتن که نازلی بهشون زنگ زده. پس داره کار غیر قانونی میکنه. پس این چیه؟ امروز حقیقت رو بهم میگی؟ یا از روی عذاب وجدان، یا واسه این که گندای خودتو جمع کنی؟ متوجه منظورم که میشی؟ این دختر واقعا نه نیست.
چرا براش پاپوش درست کردی؟ کی بهت گفت که این کارو بکنی؟ وقتی وارد اتاق شدم روی نرده‌های بالکن بود. نزدیک بود بپره. واسه چی؟ به خاطر تو. یه پسر 7 ساله داره. تو میشناسیش. به خونش رفت و آمد داری. وقتی نازلی رو پیش اون حیوان فرستادی، وقتی شب به پلیس زنگ زدی، وقتی این شهادت رو دادی اصلا عذاب وجدان نداشتی؟ به عنوان یه آدم، به عنوان یه زن. اگه اتفاقی براش میافتاد چی؟ ها؟ چی کار میکردی؟ چطور تو آینه به خودت نگاه میکردی؟ چطوری زندگی میکردی؟ خیلی خب، من دارم بهت یه فرصت میدم. شهادت تو پس میگیری. گریه نکن، میتونی این کارو بکنی و بعد به من بگو که کی بهت گفته که این کارو بکنی. اینطوری به هم نگاه نکن، به هم میگی. سلام. واسه تمیزکاری اومدی؟ ببینم همکارات کجان؟ نمیتونی به تنهایی این خونه رو تمیز کنی؟ نه، من مهمونم. مهمون؟ صبح با دمیر اومدم. آقا دمیر. دفنه. نازلی. دمیر کجاست؟ فکر کنم گوشیش خونه جا مونده. اشکال نداره، من فقط اومدم اینا رو بذارم. راستی ماشین خوش کنم داره، میتونه استفاده کنی. لعنتی 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 لعنتی. آروم باش دفنه، آروم باش، حل میشه. اینم حل میشه.